اگه فروشت خوب باشه عملاً شرکت رو وارد خونریزی میکنی. نخبه اشتباه تعریف شده در مملکت ما. به بچه درس خونا میگن نخبه. مثلا رتبه 1 کنکور 2 کنکور میگن اینا نخبه. من یه مقاله قبلا خونده بودم از شما چرا در ایران ماندم. برای شخص من که اون مقاله رو نوشتم اندازه عمل موثر من در ایران بیشینه است که جوون امروز ایرانی تقریبا با حقوق 5 میلیون تومانم کار بکنه همچنان براش نمیصرف. واقعا بچهای استارتاپی سخت‌ترین هسته به نظر من اقتصادی رو دارن. دیجیکالا و اسنپ و آپارات و اینا همه معادل یک چیزهای خارجی هستن. سلام رضا جان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان دفینه. ما اپیزود 18 دفینه رو داریم ضبط میکنیم و میزبان آقای رضا غیابی عزیز هستیم که در حوزه کسب و کار فعال هستن سالیان ساله و خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم. من امیر شکوریان هستم و دوست دارم برای شروع از رضا جان خواهش کنم که یه معرفی داشته باشن و نکاتی که فکر میکنید دوستان جذاب براشون رو از شما بشنویم. خیلی ممنونم جان. منم از تو تشکر میکنم و از تیم خیلی خوبتون برای اینکه من دعوت کردین. همینطور سلام میکنم به مخاطبای برنامه‌تون. انشالله که بتونیم به گفتگویی داشته باشیم که نفع عمومی داشته باشه. من رضا غیابی، کارم مشاوره حوزه مدیریت، مشاوره استراتژی، بیزنس دیولپرم، توسعه میدم کسب و کارها رو. بعضی موقع مشاورم برای اینکه در حقیقت سازمان ها و افراد به بهترین نحو خودشون کار کنن. بعضی روزا فکر فروشم، یعنی سعی میکنم فکرهایی رو تولید کنم که ایجاد راهکار کنه. 1-2 فعالیت غیر انتفاعی دارم که خیلی دوستشون دارم، حضور تو محافل فرهنگی و غیره، و البته کنفرانس تدکس تهران که قسمت مهمی از زندگی غیر انتفاعی من رو شکل میده. خوشحالم در خدمتتون هستم و خیلی هیجان زدم برای اینکه گفتگو رو به بهترین نحو ببریم. سلامت باشید. مرسی از شما. حتما گفتگو خوبی خواهد شد. پیرو نکاتی که فرمودید دوست دارم اول از اینجا شروع کنیم که میدونم شما در حوزه اکوسیستم استارتاپی ایران خیلی فعال بودید و از استارت اولیش حضور داشتید تو این پروسه. دوست دارم که با توجه به شرایطی که در ایران امروز داریم میبینیم یکم راجع به اکوسیستم استارتاپی ایران، وضعیتش، آینده، چشماندازی که میبینید گپ و گفت بزنیم و بعد بریم وارد موضوع ریستم بشیم. ببین، آره، اکوسیستم استارتاپی وقتی ما میگیم یعنی تعداد زیادی از بازیگران که در حوزه استارتاپی به بقای همدیگه کمک میکنن. حالا اینا از مشاورا، خود شرکت‌های استارتاپی، شرکت‌های زیرساخت مثل اپراتورها و اینها، شرکت‌های لوجستیکی، فرض بفرمایید سرمایه گذارا، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، دانشگاه، اینا تمام در کنار همدیگه هستن و فکر کنم حدود سال 89 اینا بود که این اکوسیستم به معنای اکوسیستم شکل گرفت. به سابقه این چیزی که ما تحت عنوان زیست بوم نوآوری فناوری میشناسیم شاید در بخش خصوصی مثلا به سال 64 اینا و در بخش دولتی به سال 72-3 برگرده، با تصویب قانونهایی، با فرض بفرمایید که شرکت‌های حوزه آیتی آی سی تی که شروع به کار کردن تو بخش خصوصی. اما حدود سال 89-90 بود که شرایط اجتماعی به شرایط اقتصادی گره خورد و چیزهایی رو درست کرد. یادم دلار نرخش، یعنی ریال در حقیقت، به شدت داشت بیارزش میشد و همین مهاجرت رو برای خیلی از بچه‌ها سخت کرد. یعنی اینجوری نبود که طرف بگه دانشگاهمو تموم میکنم و بعد خب مهاجرت میکنم دیگه. یعنی مسیر نرمی شاید شده بود بین نخبگان تحصیلی ایرانو. از یه طرف تعداد دانشجوها یادم اون سال بوده مثلا در حدود 5 میلیون دانشجو داشتیم، مساوی 2.5 میلیون زن و مرد. از نظر تعداد مهندسین 4م بودیم نسبت به جمعیت تو دنیا. نه یعنی خیلی تعداد مهندس های
ایرانی زیاد بود. بعد از اون طرف جامعه بسیار جوانی داشتیم، یعنی 67% جمعیتمون اون زمان زیر 32 سال سن داشتن و این حجم زیاد از جوان، درهای بسته و سخت به مهاجرت، از اون طرف دانش بالای مهندسی، از اون طرف زیرساخت نسبتاً آماده ایران با توجه به اینکه تو منطقه همیشه ایران ارلی اداپتر یا اولی پیشگام بوده در استفاده از تکنولوژی. حالا سالیان که ما اینجوری بودیم، الان اینطوری نیستیم. نه، الان باعث ناراحتیه و برای من تراژدیه که من اون زمان که ما ATM داشتیم در مثلا در خاورمیانه همچین چیزی نبود، یا اون زمان که ما از تکنولوژی GSM استفاده می کردیم دومی کشور بودیم تو خاورمیانه که GSM آوردیم در کشور خودم. الان اینجوری نیست. همه اینا دست به دست هم داد و در این حال خب اگر تو اتفاقهای مثلا یه جایی مثل سیلیکون ولی که یه جورایی این موج رو شروع کرد در جهان رو در نظر بگیری و اتفاقی که تو تهران داره میفته، اون زمان یه گپ مثلا 17-18 ساله داشتش، اون ایونت هایی که اونجا اتفاق میافتاد و ایونت هایی که اینجا اتفاق، که دیگه زمانش رسید. یعنی اون دانش هم وجود داشت، حتی برای خیلی ها به صورت الگو قرار گرفت، شرکت های خیلی مهمی در این زمینه اومدن، تفکر استارتاپی، تفکر اکوسیستمی با خودشون آوردن و همه اینا در کنار همدیگه این اکوسیستم رو شکل داد. یعنی میخوام بهت بگم وقتی ما صحبت اکوسیستم میکنیم ما لزوما در مورد یه اتفاق اقتصادی صحبت نمیکنیم. یه خواستگاه اجتماعی داره که اجتماع به اقتصاد دیکته میکنه که من الان اینو میخوام. بچه ها اون موقع اینجوری بودن که هیچ میلی به کارمند شدن نداشتن و یه جورایی جنبش ضد کارمندی شکل گرفت که حالا بعداً همیشه اینجوریه دیگه، تز و آنتی تز و سنتز. الان به نظر من داره به فرم واقعی میرسه. یعنی خیلی از بچه‌ها الان آگاهانه انتخاب میکنن که برای سازمانه کار کنن و به نظر من اونم خیلی دوست داشتنی. اما این ترند اومد که این روند اومد که ما میتونیم شغل خودمون اختراع بکنیم و میتونیم اپلیکیشن موبایل بزنیم و میتونیم وبسایت بزنیم و نمیدونم میتونیم یه کار اینطوری بکنیم. بعد مثلا یه وبسایتی مثلا مثل digicala.com 7 میلیارد تومان یادمه که جذب سرمایه کرد مثلا شرکت سراوا، یا برای همه جدی شد که وبسایت داره این کار میکنه. بعدن کاشف به عمل اومد که پشت این اسم کوچیک وبسایت شرکتی وجود داره، پشت اون سرمایه گذاره تفکری وجود داره. همه اینا با هم دیگه گره خورد و این اکوسیستم شروع کرد به شکل گرفتن. همزمان تعداد زیادی از رویدادها مثل رویدادهای استارتاپ ویکند در ایران شکل گرفت به نحوی که ما در 2014 بزرگترین رشد اکوسیستم استارتاپی در جهان رو رقم زدیم. این شاخصی وجود داره به نام Global Entrepreneurship Index یا GEI که ایران در رشد این GEI در شماره 1 جهان بود سال 2014. ایرانی هم خدا نکنه که یعنی خدا بکنه که بزنن تو کار یه چیزی دیگه تهشو در میارن واقعا. و واقعا همین هم شد. از جنس رویدادهایی که بچه ها شرکت میکنن اینا خود من یادمه، خب منم تنم درد میکنه برای کارهای اجتماعی و غیر انتفاعی و اینا حال میکنم خیلی. شاید بیشتر از 50 تا آخر هفتم رو توی این استارتاپ ویکندا با بچه ها بودم، از صنعت یاد میگرفتم. یه ذره من اولد اسکول تر بودم، به عنوان مدیر پروژه اینا تو شرکت‌های مختلف کار میکرد. از صنعت یاد میگرفتم میآوردم تو استارتاپ ها که میخواستن کارشون شروع کنن، مثلا مفهوم پروداکت مارکت فیت ولی در بازار تهران واقعا داره چطوری اتفاق میفته. این دوتا رو تلاش میکردم با هم مپ بکنم، از این گرته برداری بکنم، رو بزنم، از اینجور چیز. خب یه همچه اتفاقی افتاد. میتونم از این دوره به نام مثلا نسل اول یاد بکنم. نسل دوم زمانی بود که این موج در حقیقت رسید به اینکه حالا شرکت ها دیگه خورده بزرگتر شدن، اثرگذارتر شدن، اثرات اجتماعی پیدا کردن. یعنی زمانی که شما مثلا یه شرکت مثل اسنپ رو میبینی که رو زندگی شاید چند میلیون آدم
به طور مستقیم و غیر مستقیم داره تأثیر میذاره. شغل ایجاد کرده، ساماندهی کرده، مقداری از شغل ها رو چه کرده. خب این هم شد مثلا موج دومش که دیگه شرکت ها بزرگ شدن، گاهی اوقات تنهشون به تنه شرکت هایی میخورد که اینا از قدیم صاحب اون حوزه ها میدونستن خودشون. و یادمون باشه ما وقتی میگیم اکوسیستم یه چیز فراسنفیه. یعنی مثلا شما از یه طرف چه میدونم اسنپ رو میبینی که این روزا داره با شهرداری و تاکسیرانی و فلان و اینا رقابت میکنه. از اون طرف دیجیکالا رو میبینی که با صنوف مختلفی داره هم رقابت میکنه هم حمایت میکنه. یعنی روی کرده بینارشته‌ای و چند رشته‌ای پیدا کردن که این یه پدیده جدیدی بود. طبیعتا اینجا دولت به نتیجه رسید که خب من با ساختار صنفی خودم که نمیتونم اینا رو رگولاتوری بکنم. در نتیجه مجبور شد ساختارهای جدید درست بکنه ذیل معاونت علمی که به نظر من به درستی رفت تو معاونت، چون فراوزیری بود. مثلا نمیشد دادش به وزیر صنعت یا نمیشد داد به وزیر ارشاد. تلاش کردن اینا یه کارایی بکنن، مثلا ساماندهی داتایی ها رو زد وزارت ارشاد و تلاش کرد مثلا محتوا رو ساماندهی کنه، اما کسب و کارهایی بر مبنای محتوا رو نمیتونست لزوما یه وزارت خونه ساماندهی بکنه. معاونت اومد واسه این شد موج دوم و معاونت تو این موج دوم و رشدش خیلی تاثیرگذار بود. من اینجوری حس میکنم. و آره دیگه، خب شغلش بود. یعنی ببین توقعی که از معاونت علمی میرفت این بود دیگه. ولی بعدها حالا اینجاشو می‌خواستم بگم. آره حالا نمیدونم ما چرا اینو سپردیم به علم ها. یعنی اصلا نمیدونم چرا معاونت علمی، شاید چون علم نزد ما ایرانیا و نزد مثلا کسایی که حکم دارن تو مملکت ما خیلی مثلا مقدسه و یه میدونیم ما یک سند چشم اندازی داریم که الان 404 باید به اون سنده میرسیدیم. حالا من از مخاطبای برنامه دعوت میکنم که این سندو بخونن. من یه قسمتی از این حرفامون قبل از اینکه بشینیم ضبط بکنیم گپ و گفت که میکردیم میگفتم که من دلم میخواد به واقع‌گرایی دعوت بکنم. یکی از اصول واقع‌گرایی اینه که ما رویا پردازی‌های 20 سال پیشمون رو بشینیم الان بخونیم ببینیم که خب الان کجا هستیم، اصلا چه رویایی پرداخته بودیم، مثلا تو سند چشم اندازمون نگاه کنید چیکار کنیم. بعد از رو سند چشم انداز تعدادی برنامه توسعه در میاد دیگه. برنامه‌های توسعه هر چند سال یه بار ابلاغ میشن. برنامه توسعه ششم میگفتش که آقا من میخوام تو منطقه از نظر علمی رتبه 1 رو داشته باشه. به همین دلیل به معاونت علمی ریاست جمهوری بهای خاصی داده میشد. صندوق نوآوری شکوفایی رو بهش اضافه کردن و صندوق بودجه خیلی عالی دریافت میکرد و هنوزم داره این کار رو انجام میده و میتونه تأمین بکنه. خب آقای ستاری هم اون زمان معاون رئیس جمهور بود و به نظر من ذهن خیلی بازی هم داشت و تونست حمایت بکنه از این اکوسیستم، اگرچه به صورت سیستماتیک نباید با فقط ذیل علم میدیدیم موضوع رو. یعنی نوع حکمرانیش نباید فقط محدود به همین میشه. بعد رفتیم رو موج سومش دیگه. این شرکت ها بزرگتر شدن، مثلا از 1400 میتونم بگم به این ور. خیلی بامزه است. از اول اکوسیستم تا الان مثلا از 89 از 90 شما حساب کنید الان خودتون 14 15 سال گذشت. بله. ولی احساس شبیه 40 ساله. واقعا دلیلش اینه که تعداد اتفاقای اینقدر سریع، وقتی در یه زمان تعداد ایونت ها و اتفاق زیاد میشه احساس انسان نسبت به اون زمان طولانی تره، انگار اتفاقات بیشتری افتاد. خلاصه موج سوم رسید و این شرکت ها دیگه باید فکر اگزیتشون می بودن. بعضی ها سرمایه‌گذاری خارجی داشتن، بعضی نداشتن. فضای سیاسی مملکت هم تو این چیزا خیلی تاثیر داره. یعنی اگر برجام میشد و نمیشد، یا اگر الان بشه یا نشه، در زندگی کارآفرین استارتاپی ایرانی بسیار تاثیر داره، چون که شاید سرمایه پذیرترین قسمت اقتصاد ایران باشه به وجهی، به جهت اینکه ادبیات مشترک با سرمایه‌گذارای خارجی داره، با پارتنرهای خارجی داره، مدلاشو داره از خیلی از کشورهای دیگه وارد میکنه. بنابراین این نسل سومم درگیر اگزیت پلن شد، برم تو بورس و نمیدونم چطوری رگولاتوری بشم و به هلدینگ‌های بزرگ صنعتی مثلا شرکتامو واگذار بکنم و درگیر این مسائل. حالا اینکه امروز چی میشه
یعنی رو به جلو شما پرسیدین که یعنی من یه تصویری بهتون دادم که اصلا خواستگاهش چی بود و الان کجا اومدیم. حالا کامنتمو اگه حتما. نکته‌تون یادتون نره نه یعنی خواهش. نکتم اینجا بود که به نظر میسه اشاره کردید به برجام، اشاره کردید به معاونت علمی و آره. تاثیرگذاریش تو اون برهه. امروز من این برداشت رو ندارم که معاونت علمی اون تاثیرگذاری رو تو این حوزه داره، حداقل من به عنوان بله. بیلد و حالا یه کسی که شاید تو این حوزه یکم داره کار میکنه و به نظر میرسه که این که برجامی نیست و شرایط کشور هم تاثیرگذار بوده که ما احتمالاً از همون 1400 به بعد بله. اون رشد رو نداشته باشیم به جز کسانی که رشد کرده بودن و حالا دارن ادامه میدن. آره ببین به هر حال ما یه اقتصاد دیجیتالی داریم که یه روزی مثلا همون سال 88-89 کمتر از 1% جی دی پی ایران بوده، الان میگن حدود 8%. خب این اکوسیستم توی توسعه این سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی سهم داشته و مهم بوده، ولی متاسفانه من فکر میکنم گاهی اوقات واقعا رها شده، گاهی اوقات مغفول مونده شده و چون گفتم خواستگاه اجتماعی داشته یعنی لزوما یک کار تجاری نیست. بله. چون خواستگاه اجتماعی داشته شاید بگم 10 برابر رگولاتوری شده. یعنی رگولاتور یا حکمران در موردش 10 برابر حساسه. میدونی در نتیجه خب مدل حکمرانی بلوغ نیافته ای هم که در مورد اکوسیستم با هم به کار رفته بیشتر از جنس ترمز بوده و از جنس این که یعنی هیچ وقت با نگاه خوشبینی نگاه نکرد. شاید ما به نفتیامون خیلی خوشبین تریم، شاید ما به بازاریامون خیلی خوشبین تریم، میدونی به عنوان حکمران. مثل همون فرصت هست که بعضی وقتا به جوونا داده میشه. یعنی آره دیگه یعنی مثلا این باید یه دیواریه که اون یکی با یه مثلا چاقو یه کاغذ رو پاره میکنه میره جلو، این یکی باید با مته بتون سوراخ کنه میکنه ها. یعنی واقعا بچهای استارتاپی سخت‌ترین هسته به نظر من اقتصادی رو دارن. خیلی چالشایی که بچه استارتاپی حل کردن یه دونه دوتاشون رو شاید مثلا یه فعال بازار در 40 سال کارش تجربه نکنه. دادگاه پاسگاهی که اینا میرن به طور روزمره، معلوم چند روز پیش داشتم نگاه میکنم تعداد دادگاهایی که مثلا آقای شکوری مقدم توی آپارات و فیلیمو و اون سباییده و سباویژن و اینا که ایشون خیلی هم کارآفرین ارزشمندی، تعداد دادگاهی که رفته فکر میکنم از 40 تا رد شده. خب شما نگاه کن یه آدم مثلا یه بیزینسمن چند ساله اصلا نسل دوم یه بیزینس سنتی مثلا طرف کارخونه مثلا دو حوزه سلولوزی داره چند بار تا حالا تو زندگیش از این دادگاه رفت؟ والا به دلایلی که این دوستمون رفته نرفت، اصلا نرفته، معمولا به خاطر شکایت‌های خصوصی و اینا میرن. ولی این بنده خدا مثلا طرفش مثلا با سازمان صدا و سیما داره رقابت میکنه. خب همینجوری که این دادگاه میره میاد یه نفع عمومی هم داره و اونم اینه که داره رویه هایی تولید میشه برای کشور. مثلا رفرنس میدن دیگه بعد از این میگن ببین در این کیس اینجوری شد، داره قانون ساخته میشه، داره بخشنامه ساخته میشه، داره تفکرها عوض میشه. میدونی چی میگم؟ اینجوریه. و به همین دلیل نقش اجتماعی اکوسیستم استارتاپی خیلی پر اهمیته، چون داره ادبیات اقتصاد عوض. حالا اینکه شما میگین رو به جلو چه اتفاق میفته، من میخوام بهت بگم خیلی بستگی داره. یعنی آدم در این شرایط نباید شتاب زده تحلیل ارائه بکنه. من میدونم که این آدمایی که من میبینم و این روحیاتی که من میبینم، میدونم که کارش خودشون رو بالاخره جلو میبرن. مثل آب که شما بالاخره این فرض کن از سقف اینجا میخواد چکه بکنه، یه گوشه رو میبندی میره اون طرف سالن، از اون ور یه راه پیدا میکنه کارو میکنه. فقط بحث اینه که چقدر هدر میره، چقدر انرژیش این وسط میسوزه یا نمیسوزه. خب بنابراین حتما کار خودشو پیش خواهد برد با رگولاتوری بانک مرکزی، با قوانین بورس، فرابورس، با دخالت هلدینگ‌های صنعتی مختلف یا حتی مشارکت اونها، با دخالت مجلس، نهادهای قانونگذار که الحمدلله صدر تا ذیل مملکت هم در مورد استارتاپ ها نظر دارن. مثلا در مورد شما الان بری قوه قضاییه بگی نظرت در مورد مثلا
فلان چیز چیه، میگه نمیدونم، باید برم فکر کنم، یا قانون عمومی مملکت چی میگه. ولی بری اینجا میگه من یه دادسرای ددیکیتد دارم مثلا برای این، فقط در مورد این نظر میده، در مورد چیزای استارتاپی، این حرفا. میدونی این نشون میده که همه در مورد این داستان نظر دارن که زیاد بشه. زندگی سیاسی ما، شرایط سیاسی مملکت روی این اکوسیستم تأثیر داره. شرایط کیک اقتصاد که هی داره کوچیک و بزرگ میشه تأثیر داره. شرایط بازار سرمایه تأثیر داره. همه اینا رو کنار هم میذاریم، اینجوریه که آقا در بقا پیدا کردن این گروه ماهرن، ولی در رشدشون لزوما مهارت کافی ندارن و نیاز به حمایت‌های شدید دولتی و فرادولتی دارن برای اینکه بتونن توسعه پیدا بکنن. حالا اگر در مملکت به طرزی که الان دارن برجام 2 رو پیگیری میکنن باز بشه یه جوره، اگر در آن بسته تر بشه یه جوره، جفتش هم برای اینا میتونه فرصت باشه اگه درست و هوشمندانه عمل بکنن. چیزی که حس کردم تو صحبت هم قبل گفتگو هم الان این که به برجام 2 خیلی امیدواری. حسم اینجوری. والا ما محکومیم به امید. آره شما اینو اتفاقا می‌خواستم به همین برسم. ما محکومیم به امید. امید مواد تغذیه‌ای ذهن بیداره. وقتی شما میخوای ذهنتو بیدار نگه داری مجبوری امیدوار باشی، که در ذیل امیدواری شجاعت به خرج بدی، ریسک بکنی و کارتو پیش ببری و از فضای سنتی، پارادایم های سنتی که حاکم هستند فاصله بگیری. بنابراین ما به درستی اینو من بهش رسیدم که ما محکوم به امید هستیم، اگرچه من به عنوان یه آدمی که خیلی به عملگرایی قائلم، هر جوری شرایط سیاسی، هر جوری شرایط اقتصادی به چرخه مجبورم بگردم و فرصت پیدا کنم و با شرکتایی که باشون کار میکنم کار جلو ببرم. بالاخره کار دیگه، ما که نمیتونیم بشینیم. شما نگاه کنید، من شما از وقتی به دنیا اومدیم این مذاکرات به گونه ادامه داره. بله. آقا 22 سپتامبر چی میشه، 18 جولای چی میشه، بعد این اصلا این بازی سیاسیونی بازی بی پایانه. ما بازی های اقتصادی که پایان دار هستن اگه درگیر اونا بشیم چیزی جز له شدن واقعا نداره. مرسی رضا جان. برای اینکه یکم جمع‌بندی بکنیم، حالا از نسل‌های مختلف حوزه استارتاپی صحبت کردیم که چه شکلی رشد کردن و الان هم پیش بینی راجع به آینده رو گفتیم و چیزی که حالا در حد 1-2 جمله دوست دارم ازتون بشنوم اینه که فرصت‌های نادیده گرفته شده‌ای که خیلی بولده براتون تو بازار ایران رو خصوصا حالا در حوزه استارتاپی چی میتونید ببینید؟ ببین اگه بخوام صنعت مشخص یا ایده مشخصی رو اینجا بدم شاید جاش نباشه، چون معمولا ایده ها و صنعت ها بک‌گراند اون کسی که میخواد شروع بکنه ربط داره. اما ما یه دوره‌ای داشتیم که همه چیزو آفلاین به آنلاین بکنیم. بله. هرچی آفلاین بود آنلاین. یه دوره‌ای هم داشتیم که بیزینس مدل‌های خارجی رو می آوردیم ایرانی می‌کردیم. درسته؟ یعنی مثلا دیجیکالا و اسنپ و آپارات و اینا همه معادل یک چیزهای خارجی هستن. شاید امروز ایده خوبی باشه که به مسائل موجودمون که نمونه خارجی نداره بپردازیم. این دانشی که الان به وجود اومده در اکوسیستم استارتاپی که راهکارهایی بدیم برای مسائلی که فقط در ایران وجود داره. اونا میتونه خیلی فرصت باشه. خیلی ممنون. ما قبل از اینکه با هم گفتگو رو شروع کنیم یه گپ و گفتی داشتیم راجع به عملگرایی و واقعیت شرایط کسب و کارهای ایران. امروز هم که شرایط ابهامیه، عرض که میدونم هم شما آدم پر امیدی هستین و هم اشاره کردین و هم واقعا به نظر منم اعتقادم بر اینه که واقعا باید با امید مسیر رو پیش برد. ولی اگه یکم بخوایم اولا از دیدگاه شما این عملگرایی و عملگرایی در کسب و کار رو تعریف بکنیم، تعریفتون چیه و بعد وارد بحث بشیم و یکم عمیق‌تر راجع به اینکه شرایط کسب و کار ایران امروزه در این حوزه چجوریه رو با هم صحبت. خیلی ممنونم ازت. ببین عملگرایی تو حوزه کسب و کار، اصولا عملگرایی یا پرگماتیسم در مورد این صحبت میکنه که چیزی که تو دنیای واقعی در تماس واقعی با این جهان وجود نداره در حقیقت اصالت نداره.
و این مهم نیستش که در لایه فکر چه میگذرد، این مهم نیستش که در مغز ما چه پلن ها، برنامه ها، آمال، آرزوهایی وجود داره. این که در واقعیت امروز چه میگذرد این اصالت داره. این موضوع پرگماتیزم. حالا اگه بخوایم اینو بیاریمش تو کار، این میشه که به هر حال شرکت ها، سازمان ها، نهادهای مختلف، بنگاه های اقتصادی درسته که یه چشماندازی دارن که معمولا چشمانداز بر مبنای قوه وهمیه ایجاد میشه، بر مبنای الهام بخشی ایجاد میشه. اما اگر دچار اختلال بشن، فاصله زیادی بین این جهت چشماندازشون و جهت عمل کردشون به وجود بیاد، حرکتاشون مختل میشه. این به این معناست که ما مسائل مدیریتی جدی پیدا میکنیم. یعنی علم مدیریت اینجا آلارم میده نسبت به قوه وهمیه، میگه آقا شما این برنامه ها رو چیدی، شما این ویژن رو گذاشتی، شما این چشمانداز رو تعریف کردی، شما این آمال و آرزوها رو داری، شما با خوشبینی وارد این شدی، عالیه. حالا در هر زمینه، یا در زمینه رگولاتوری دولتی بگیر، سرمایه‌گذاری خصوصی بگیر، استارتاپ بگیر، یا یه هلدینگ صنعتی مثلا 70 ساله، خب شما اینا رو گذاشتی، ولی شما با واقعیت مثل اینکه ارتباط تو از دست دادی. این جنگ 12 روزه برای علم مدیریت ایران یه برکت بود، چون خیلی چیزا رو واقعی کرد. همه چی به نظر من برای اهل بصیرت، برای آدم هایی که دید دارن، همه چی واقعی شد و یه بار انگار برگشت به تنظیمات درست، رگلاش شد. شما از یه عینک استفاده میکنی، اگر فریمش درست نباشه، چپ و راست باشه، ممکنه واقعیت رو نبینی. این رگلاژ میشه، میبری پیش عینک ساز، رگلاژش میکنی، میتونی واقعیت رو درست ببینی، نسبت به اون واکنش داشته باشی. ما چیزی که مسئله‌ای که در مدیریتمون، در نحوه اجرای کارهامون از صدر تا ذیل داریم، توهم، اختلال کارکرد سیستم الهام بخشیه در کسب و کارها که به نظر من با علم مدیریت واقعی میشه، با داده محوری واقعی میشه. یکی از نشونه‌هاش اینه که ما تصمیمایی که میگیریم بیشتر بر مبنای شمعمونه تا بر مبنای داده. شما اینو میتونی امروز ببینی دیگه. امروز دولت مثلا 5 تا چالش اساسی داره، 5 تا چالش اساسیشو نمیتونه بر مبنای شعار دادن حل کنه، باید بر مبنای واقعیت حل کنه. حالا در یه آژانس مثلا کوچیک کسب و کار یا بنگاه هم همینه، باید با دنیای واقعیش ارتباط برقرار کنه، مسائل واقعی کلاینتاشو بفهمه تا بتونه حلش کنه، نمیتونه شعار بده. الان امروز شما خدا رو شکر این شده که در جامعه ایران هر گونه شعاری به نظر من محکومه. یعنی آدما شروع میکنن به شعار دادن. مثلا یه کارآفرین میره در یه محفلی، مثلا در اتاق بازرگانی، شروع میکنه شعار دادن، فوری همه بهش میگن آقا نگهدار، شما مسائل روزمره کمپانی تو بتونی حل بکنی، بعد ما از تو میشنویم که چی می. این میشه تعریف عملگرایی در کسب و کار. من خیلی دوست دارم این روزا فرمان کسب و کارها رو بکشم به سمت عملگرایی، بکشم به سمت این که در واقعیت دوستان ببینید چه اتفاقی داره میفته، در توهم نباشیم. ما در لینکدین قدیما یه چرخ میزدیم، مثلا میدیدیم شاید سابقه راه اندازی 5 تا شرکت، 6 تا شرکت با اسامی هیجان انگیز در رزومه یه آدمی هستش. بله. خب باهاش صحبت میکنیم، مثلا صحبت هم نمیخواد، همون سابقه لینکدین رو میخوندیم، میدیدیم که کل این 5 تا شرکت رو این مثلا در 2 سال ایجاد کرده. خب میفهمیدیم میزان یک سری پشن پراجکت در حقیقت، یعنی یک سری پروژه‌ای بر مبنای میل ایشون به راه اندازی چیزایی، ولی و باشم صحبت میکنیم واقعا کارو کرده ها. بله. اما موضوع اینه واقعا چقدر ارزش تولید کردی. حالا ارزشه
یعنی چند تا مسئله رو حل کردی، چقدر پول گرفتی بابت این مسائلی که حل کردی، آیا واقعاً پول گرفتی یا قرار گذاشتی که پولی بگیری، آیا این پول ها که اومده تونستی درست مدیریتش بکنی. یعنی وقتی اینا ریز میشی دونه دونه میبینی که این 2 سال این فقط یک ماجراجویی کرده، ماجراجویی کرده اما در عمل ارزشی خلق نکرده. اما پیش خودش در ذهنش فاوندر یا مؤسس 5 تا بنگاه. بعد دیگه حالا مگه شما میتونی مثلا در سازمانت بهشون بگی بالای چشمت ابروه بیا مدیر این پروژه بشو؟ نه، ایشون یک کارآفرین خبره و سریالی خودشو میدونه. این همین داستانو در تا لایه وزیرش ما داریم تو مملکت. یعنی از کوچیک بگیر تا بزرگ، میدونی اینا باید درست بشه. اینا همه وقت اینا درست بشه، واقعی بشه، اون وقت تو میفهمی مسئله اصلی کجاست. همین امروز یک کیسی که من و تو داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم همین بود دیگه. من میگفتم آقا مثلا در بنگاهی که در بنگاه اقتصادی که الان یه بر مبنای پروژه داره زندگی میکنه، مثل یه آژانس تبلیغاتی، مثل یه شرکت مشاوره مدیریت، مثل یه شرکت پیمانکاری، امروز در شرایط اقتصادی کنونی که بحران جدی میشه، که اقتصاد کوچیک و بزرگ کوچیک و بزرگ کوچیک و بزرگ میشه، امروز تمرکز بر سوددهی کار اشتباهی، تمرکز بر فروش بالا کار اشتباهی، تمرکز شماره 1 باید بر مدیریت جریانات نقدینگی باشه. این یه علم مدیریت جریانات نقدینگی هندبوک داره، علم مدیریت توضیح داده چطوریه، در مبنای واقعیش در ایران پیاده سازیش بالاخره علمش وجود داره. شما مدیریت نقدینگی میکنی، بازار دچار بحران میشه، رقبات میریزن، بازار کوچیکتر میشه اما سهم هر کدوم از شرکت‌ها در کنار اون بازار بزرگتر میشه و فقط کافیه که تو به اندازه کافی سوخت داشته باشی که این مسیر رو طی بکنی. درست. این یه مثال واقعی از این هستش که حالا ما میتونیم بریم شعار بدیم که بله ما درآمدمون رو میخوایم امسال 5x بکنیم. واقعا اصلا امکان پذیر تو شرایط بحرانی کشور الان مهم نیست. الان چیزی که مهمه اینه که ما چقدر رانوی داریم به لحاظ نقدینگی. 2 تا چیز مختلفه که همین باعث میشه یه شرکت خیلی پرفروغ عمل کنه اما زود خاموش بشه، یه شرکت سوسو بزنه و سالها کار بکنه. اینجوریه موضوع. بنابراین منظور من از عملگرایی اینه. درست. و حالا یه مثالی هم زدی، البته قبل از اینکه گفتگوی اصلیمون شروع کنیم با هم گپ و گفت زدیم، ولی واقعا اینو چه شکلی میشه منتقل کرد به مدیران کسب و کارها و براشون این واقعیت رو ایجاد کرد که آقا این که مثلا من در این سال بتونم یه تارگت مثلا چند برابری بزنم شاید خیلی اهمیت نداشته باشه. من فکر میکنم وقتی وارد عمل میشی و واقعا توصیه میکنی که این اتفاق فقط ریالیش مهم نیست، فقط تعدادیش مهم نیست، فقط اون تارگت مهم نیست، خیلی پذیرشی در بین اعضایی که تصمیم گیرن تو هیئت مدیره ها، توی سطح لایه مدیران اصلی سازمان و مدیران عامه پذیرفته نمیشه گاهی وقتا. امیر جان 2 تا سطح داره، 2 تا روی یه سکه است و برمیگرده به اعتماد صاحب بنگاه اقتصادی به مشاورانش و اعتماد مشاوران به صاحب بنگاه اقتصادی. من براتون مثال میزنم. میدونی من همیشه میگم وکلا، مشاورین و پزشکان اینا هر وقت مخاطبشون به گرفتاری میفته میاد پیشش. یعنی مثلا پزشکا وقتی بیمار میشه آدم میره پیش پزشک، وکلا وقتی دعوا میشه میری پیش وکیل و مشاورم وقتی اوضاع مالی قاراش میشه. در صورتی که اینا باید قبلش بری پیششون، بری پیش پزشک بگی من چطوری سلامتم رو حفظ کنم، بری پیش وکیل بگی من چجوری یه جوری بچینم که وارد دعوا نشم، بری پیش مشاور بگی من از الان که حالم خوبه باید چیکار بکنم. حالا کاری ندارم اما رفتارمونم با این اقشار یکی نیست. ما مثلا زانومون درد میکنه میریم پیش پزشک،
بهش میگیم آقای زانو درد میکنه، فقط اینو گزارش میدیم، بله. دیگه کارشناسی که نمیکنیم که، میگیم آقا این درد میکنه. اونم چند تا سوال میپرسه، بعد عکس برداری دستور میده و فلان میکنه، بعد میفرسته مثلا پیش متخصص ارتوپد. خب به ارتوپده نمیگیم آقا ببخشید شما مثلا از این زاویه باید مثلا رو پای من کار بکنی، که باز تشخیص رو به عهده خودمون میذاریم. درسته؟ بله. اما این اتفاق در مورد مشاورین نمیفته. من پا میشم میام به آژانس تبلیغاتی، بهش میگم دقیقاً این راهکار رو میخوام، در صورتی که مثلا مسئله توسعه کسب و کاره، میخوام با تبلیغات اینو حلش کنم، مسئله توسعه محصوله، میخوام با نمیدونم فلان چیز اینو حلش کنم، مثلا مدیریت منابع انسانیه، میخوام اینو مثلا با چه میدونم تأمین مالی حل کنم. شاید اصلا، یعنی اصلا این مسائل خیلی موقع تشخیصش خودش یک دنیاست. بله. تشخیصش شاید مهمترین کاریه که میشه کرد، ولی بقیه‌شو دیگه به برکت هوش مصنوعی و فلان و اینا که همه دارن دیگه. میدونین چی میگم؟ الان تو پزشکی هم همینه ها، میگن شما تشخیص اگر درست باشه، هوش مصنوعی تا حدود 85-6% دقت داره درست. در ارائه راهکار. دو تا چیز نداره، یکی اینکه نمیتونه نسخه بده به لحاظ قانونی که داروخانه اونو قبول کنه، یکی همین که تشخیص نمیتونه هنوز، به خاطر اینکه سنسورهای درستی نداره تو تشخیص بده. در فاز کسب و کارم همینه، چون دردت معلوم بشه که درمانشو علم مدیریت داده. بله. پس بنابراین تشخیص درد اعتماد صاحبین کسب و کار به مشاورانشون در این حوزه که خود راهکار رو از اونها بپرسن، نه فقط نحوه انجام اون راهکار رو. این یه داستانه. و یکی هم البته اعتماد به علم مدیریت، این که من 10 سال این کارو میکردم. خب بله، ما یه تکست داریم، یه کانتکست، بعد نیست اینو باز کنیم. معادلش هم فارسی نمیدونم چی میشه. ادبیات مدیریتی چون از غرب اومده، ما مجبوریم بعضی عبارت‌ها رو همون شکلی استفاده بکنیم. یه موقع به من نرد وارد میکردن، میگفتن چرا کلمات انگلیسی زیاد به کار برین. گفتم وقتی مثلا با کلام میگن خیاره، نمیدونم قبن، مگه اشکالی داشته؟ شما سالها با اون زندگی کردین، حالا ما میگیم کانتکست اشکال داره. حالا من نمیدونم، یعنی این به بحثش زبانشناسیه، شاید من توش دقیق نشدم، اما به هر حال چیزی که راز موفقیت یه کارآفرینه، مثلا برای 30 سال تو یه کاری خیلی خوبه، مثلا فروشنده خیلی خوبیه، خب اگر کانتکست عوض بشه، مثلا تأمینش به مشکل بخوره، همین ویژگی خیلی خوبش میشه عامل شکستش. درست. خیلی ساده، در شرایطی که شما مثلا تأمینت مشکل داره، اگه فروشت خوب باشه، عملاً شرکت رو وارد خونریزی میکنی. انگار داری به مشتریت وام بلاعوض میدی، جنستو میدی تو بازار، از این ور نمیتونی تأمین کنی. به همین سادگی ها، یعنی مثال خیلی ساده میزنم و واقعی که ما بدونیم کجای بازی نشستیم. خب پس من نمیتونم به استعدادهای ذاتی خودم برای سالیان سال وابسته باشم و فکر کنم هر مسئله پیش بیاد در هر کانتکسی من میتونم با همون اون یه ویژگیم حلش کنم، با اون یه آشنام حلش کنم، با همون الگوم حلش کنم. این الگوه داره در یه اتمسفری کار میکنه. وقتی این اتمسفر جاش تغییر کنه، این الگوه دیگه کار نمیکنه. اونجا من نیاز به اعتماد به علم مدیریت و اعتماد به مشاوران درست و حسابی خودم دارم. این یه روی سکه. بله. یه روی سکم اون ور داستانه. مشاورانی که در حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن، اولا واقعا با خودشون صادق باشن که اصلا چیکار دارن میکنن. آیا من نصیحت دارم میکنم، ناصحم، اسم خودم روشم مشاور، یعنی میخوام مثل حرفای کلی بزنم و مثلا سوداوری خوب است اینجوری برم جلو؟ آیا من کارم اینه که معلم باشم، یعنی مثلا اگه طرف من گفت چشم انداز شرکت من چی باشه، من نحوه ساخت چشم انداز که در فلان تکست بوک اومده رو بشینم توی کلاس بهش درس بدم؟ معلمم اسم خودم باشم مشاور. آیا من عرضم به حضور شما که فروشندم ولی اسم خودم باشم مشاور؟
مثلا من یه آژانس تبلیغاتی دارم، مقدار زیادی هم رفتم مدیا مثلا بیلبورد خریدم. خب من دیگه در مقام مشاور نمیتونم بشینم، چون هر چیزی بیاد پیشم، راهکاری که ارائه میدم بستگی داره به فروش این مدیایی که من دارم. خب آیا من چیم؟ تمام اینا نباشم یا باشم، اسم خودم بزنم مشاور. بله. بعد بیام در این مشاوره اعتماد کنم به صاحب کسب و کار، اونور داستانم ببینم طرف 30 سال 35 سال 40 سال یه بیزینس رو برده جلو، کار کرده، نه فقط 2 سال کار کرده. 2 سال شما صاحب یه سوپرمارکت باشید، 2 سال. من که نمیتونم بیام تمام دانش ضمنی اونو ببرم زیر سوال، چون فرم لباس پوشیدنم از اون شیک‌تره، چون حالم بهتره، چون مسئولیتی رو دوشم نیست، شاید از جنس جلو بردن روزمره دی تو دی کسب و کار. چی میگم؟ بله. پس منم باید به شم اون، به دانش اون اعتماد کنم، اول منظمش کنم و بعد بتونم راهکارهایی که ارائه میدم عملگرایانه و دلسوزانه باشه که کار بشه. میدونی به نظر من اینجوری داستان حل میشه. یعنی این اعتماد، متاسفانه ما در لااقل 50 سال گذشته به چند تا چیز خیلی بی‌اعتماد شدیم. یک، به مشاور حالا بی‌اعتماد شدیم. یکی از سوالاتم همین بود که اصلا اینکه بعضی وقتا صاحب کسب و کار یا بیزنس رو متقاعد کنی که لازمه که یه مشاور کنارمون قرار بگیره و به تو کمک بکنه، نه به ما لزوما، سخته. خیلی راستشو بخوای اونایشون که هوشمندن متوجه میشن. معمولا من دیدم، من به خاطر کارم با مدیران بزرگی کار میکنم، خیلی اهل یادگیری هن، پیشرفت بلدن، تو بیزینس خودشون بسیار موفقن، کارهای درست انجام میدن و اتفاقا خیلی مشاور پذیرن. اما نظام فیلترینگ مشاورانشون ممکنه لزوما درست نباشه، نظام مشاور پذیریشون ممکنه درست نباشه، باید اینا اصلاح بشه دیگه. خب همش برمیگه به اعتماد. بسیار عالی. نکته‌ای که خدمت شما هست کنم پس توی صحبت‌ها و گفتگوهای شما در حوزه عملگرایی بود، اینه که ما بتونیم یه تحلیل درستی از واقعیت داشته باشیم و برنامه‌های چشم‌اندازی مثل برنامه چشم‌اندازهای سالیانه یا برنامه‌های چشم‌اندازی که در سطح برنامه‌های کشوری نوشتیم و تدوین کردیم و امروز وقتی نگاه می‌کنیم به عقب هیچ کدوم از اونها عملیاتی نشدن، ننویسیم و روش برنامه‌ریزی نکنیم. یه نکته‌ای که به نظر من خیلی این موضوع رو بولتر میکنه اینه که ما در ایران داریم زندگی میکنیم. اگه بخوام یک کم از این موضوع فاصله بگیرم و دوست دارم که ازتون بشنوم اینو، من یه مقاله قبلا خونده بودم از شما چرا در ایران ماندم. فکر کنم راجعش هم زیاد صحبت کردید، ولی این که دوست دارم الان دوباره مطرحش بکنیم چون شرایط عوض شده. یعنی ما توی حداقل 40 سال 45 سال اخیر نه جنگی داشتیم، نه شرایط عجیب غریب این شکلی که تو 12 روزی که چند ماه پیش تجربه کردیم داشتیم. قبل از اینکه حالا وارد این که پاسخ شما بشم، اشاره کردید به موضوع نخبه و اینکه چقدر تاثیرگذار بوده در رشد اکوسیستم استارتاپی ایران. یعنی اینا رو همه رو که به هم مرج می‌کنی و اونجا اشاره کردید که خیلی هم مهاجرت سخت شده بود و شرایط پیچیده بود. حتی من یادمه که اون زمان آدما برگشتن از خارج از کشور به ایران که در اینجا کار بکنن، فضا مهیا بود انگار. ولی با اینکه من و شما امیدواری، خصوصا شما، و امید میدید به همه، ولی خب یه ابهامات عجیب غریبی رو به جلو هست، تورم سرسام‌آور وجود داره و ما همیشه یه قشر رو داشتیم که خیلی محکم میگفتن که ما میخوایم در ایران بمونیم و کار بکنیم. پیرو مقاله که نوشتید، پیرو راجع به موضوع نخبه و فعالینی که در حوزه بازار ما دارن کار میکنن، در حوزه صنعت ما دارن کار میکنن، در حوزه دانشگاه ما دارن کار میکنن، همچنان انتخابتون اینه که در ایران بمانیم و به نظرتون تو این شرایط چه تصمیم باید جوابونو بگیرم؟ والا من امیر جان اصلا مایل نیستم که
به این عنوان شناخته بشم که من طرفدار اینم که الا و لابد آدم باید تو ایران بمونه یا الا و لابد آدم باید مهاجرت بکنه. این یه تصمیم کاملا شخصیه و از اونجایی که من یه مدیرم و مدیرا به نظر من ادبیات مشترکشون با زبانه، مثل زبان لینوکس که شما تو برنامه نویسی داری، لینوکس مغز مدیرا ماتریسه و من همه چیز دنیا رو با ماتریس فهم میکنم برای خودم و تحلیل میکنم. من یه ماتریس دارم واسه این. ماتریس اینجوریه که آدمه مهاجرت کرده باشه بله و دلش کجا باشه، یا مهاجرت نکرده باشه و دلش کجا باشه. به 4 تا حالت میرسیم. کسایی هستن که رفتن و واقعا هم رفتن، یعنی دلشون اونجاست، فرهنگ اونجا رو پذیرفتن، زندگیشون. کسایی هم هستن که ماندن و واقعا هم ماندن، بله یعنی دلشون اینجاست و اینجایی هستن زندگی. فاجعه اینا به نظر من حالشون خوبه. فاجعه اون دوتای دیگه است. تراژدی اون دوتای دیگه است. من بسیاری از آدم‌ها رو میبینم که تو کشورن، صبح میرن سر کار، شب میگیرن میخوابن، آخر هفته میهمانی میرن، بله گپ و گفت میکنن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، اما تو ایران نیستن. دلشون اونجا. اینا فقط منتظرن شرایط مهیا بشه برای اینکه برن. این بده. این برای خودشون بده، برای کشورم بده. آدم هر جا هست باید دلش همونجا باشه. درست. من میبینم آدم هایی که زیادم هستن، انگار که مثل زامبی، جسم داره حرکت میکنه، روان داره حرکت میکنه، روح نیست. روح اونجا نیست، روح یه جای دیگری است. اینو میبینم. برعکسش هم هست. اونوریش که دیگه خیلی سوزناک و دردناک. طرف رفته، مهاجرت کرده، زندگیشو اونجا ساخته، تمام پلهای پشت سرش رو یا خراب کرده یا نیمه خراب کرده، هزینه کرده، فروخته بسیاری از چیزهاشو تا رسیده به اونجا، زندگی ساخته. حالا قوانین مهاجرتی اونجا که میگم یعنی هر جایی قوانین مهاجرتی اصلا آسون نیست، مثل قدیما نیست. خب رسیده اونجا ولی دل اینجاست. صبح پا میشه، نون سنگکم کو؟ با همین سوال به این سادگی این تمام روحش از هم میپاشه. پدر و مادرم کو؟ میخوام برم سر خاک پدر بزرگم، بهشت زهراست، من کجام؟ تورنتو. چیکار باید بکنم؟ اینم تراژدی. من میگم آقا آدم جز این دو گروه نباید باشه. هر طور میتونه مدیریت بکنه که دلش اون جایی باشه که کلش هست. درست. این از این. در مورد نخبگی گفتی که بعداً ربط پیدا میکنه به این سوال بزرگ برم یا نرم یا فلان و اینا. نخبه اشتباه تعریف شده در مملکت ما. به بچه درس خونا میگن نخبه. بعد رفتن بنیادم روش ساختن، نهادسازی کرد، بنیاد ملی نخبگان ساختن. تعریفشو میخونی نوشته که توفیقات علمی باید ایشون داشته باشه. مثلا رتبه 1 کنکور، 2 کنکور، میگن اینا نخبه. ممکنه باشن ولی نخبگیشون لزوما به رتبه کنکورشون برنمیگه. خود کنکور ذاتاً زیر سواله، رتبه گیرندگان درونش هم همچین معلوم نیستش که زیر سوال باشن نباشن. ما یه سیستمی ساختیم فکر میکنیم که نخبه از تو اون میاد بیرون. خب در عمل باز اون توهم است دیگه. در عمل این نیست. من رو نخبه خیلی تحقیق کردم و تهش فهمیدم که اصلا نخبه مهم نیست کیه. نخبگی و نخبه پروری و نخبه اندیشی، این جریانی که نخبه رو تولید میکنه اون مهمه. درست. این جریان مهمه و این شامل تفکری میشه، شامل امکاناتی میشه که تهش میرسه به 3 تا عبارت، 3 تا کلمه: آزادی، عمل، مؤثر. شما وقتی آزاد باشی که عملی انجام بدی که اثر جدی داره، شما یک نخبه هستی. اینجوری شما میتونی یک اقلیتی رو تشکیل بدی که رو اکثریت تأثیر میگذاره، اگر بخوایم جامعه شناسانه نگاهش کنیم. خب حالا هر کدوم از این 3 تا رو شما بگیری
از جامعت جلوی نخبگیشو گرفتی و به عبارتی داری نسل کشی میکنی. آزادی رو بگیری، قدرت عمل رو بگیری و اثر اعمال رو بگیری. یعنی مثلا طرف با قدرت عمل میکنه اما آثار آنچنانی از خوش باقی نمیذاره، درست. بی اثر میکنه کار رو. مثلا طرف میره بنیادی مؤسسه فرهنگی عالی را میندازه اما مکانیزم های جامعه، بوروکراسی مثلا سازمان های مجوز دهنده به این اندازه عمل اینو محدود میکنن. این به جای اینکه صبح پاشه به فکر ایده‌های نوآورانه باشه، شب به فکر تکنولوژی باشه، آخرین اخبار تکنولوژی رو دنبال بکنه، باید درگیر دادگاه و پاسگاه و مجوز نمیدونم اینو این نماد اونو اون یکی نشده و بیمه و دارایی و این تهدیدها باشه. خب این از نخبگی میفته چون عمل مؤثر نمیتونه بکنه. و یکی از راهایی که جامعه رو بزنی زمین اینه که اندازه عمل آدماشو کوچیک کنی، مخصوصا اندازه عمل نخبگانشو. خب این میشه حکومت پخمگان، یعنی میشه فرمان روایی پخمگان، چون اونا اتفاقا اندازه عملشون میره بالا. در همین نظام بوروکراتیک، در همین تفکر مجوز دهنده رگولاتوری که فهم مجوزی نیست. من حالا لزوما نمیخوام تقلیل بدم بحثم و فقط به مسئله رفتار دولت با کارآفرینا، اصلا منظورم این نیست. در همه ابعاد جامعه شما وقتی اندازه عمل مؤثر رو از گروهی از آدمات میگیری داری نسل کشی میکنی، داری جلوی نخبگی و جریان نخبگی رو میگیره. خب حالا با این توضیح اگر انسان میبینه که میتونه اندازه عمل مؤثر زیادی هر جایی تو این جهان داشته باشه، باید اونجا رو به عنوان محل سکونتش انتخاب کن. درست. برای شخص من که اون مقاله رو نوشتم، اندازه عمل مؤثر من در ایران بیشینه است. چون اینجوریه تصمیمم این شده، همسرم هم با هم به توافق رسیدیم که این باشه، بچه‌هامون هم همینجا بزرگ میکنیم. بله. حتی با اینکه انتخاب داشتیم در خارج از کشور به دنیا بیاریم اینا رو، اصلا این کار نکردیم. مایل هستیم که کاملا ایرانی بودن با تمام شکل و قیافه و ویژگی‌های ایرانی بودن، محدودیتاش، خوبیاش، همه رو در کنار هم درست ببینن، توش زندگی کنن و مجبور باشن روزمره باش دست و پنجه نرم کنن، برای اینکه به نظر ما اینجوری درسته. درست. فکر ماست. خیلی ممنون رضا جان. یه چیزی که دوست داشتم آخرش بهش برسم و حالا کمک کردی موضوع نخبه پروری به نظرم که بپرسمش و به بحثمون یکم سر شکل بده و بتونیم جمع‌بندی بکنیم و نظر شما رو هم دوست دارم بدونم. اینه که ما راجع به موضوع اکوسیستم استارتاپی ایران گپ زدیم، آدمایی که توش تاثیرگذارن، نقش بازی میکنن. اومدیم راجع به عملگرایی در کسب و کارها، نقش مدیران عامل، نقش مدیران ارشد، نقش هیئت مدیره رو صحبت کردیم که چقدر با واقعیت باید مسیرشون رو پیش ببرن. در مورد موضوع نخبه پروری صحبت کردیم که اندازه عمل مؤثر آدم‌ها اگر دیده بشود و فضا براشون مهیا باشه، احتمالاً کمک میکنه که ما شرایطمون شرایط بهتری باشه. حالا اینو در سطح کشور در نهایت مثال زدیم، ولی خب آدم‌هایی که دارن بالاخره در حوزه صنعت و در حوزه اکوسیستم استارتاپی، در حوزه صنایع بزرگتر که قدیمی‌ترن نقش بازی میکنن، مدیران کسب و کارخانه. و چیزی که دوست داشتم در آخر با راجبش صحبت بکنیم اینه که این مدیران کسب و کارها که گاهی نقش رهبر رو بازی میکنن یا عنوان رهبری رو بر خودشون قائل میشن، چقدر تاثیرگذارن که اون نخبه هایی که در اون سازمان کوچیکتر به عنوان یک اکوسیستم دارن کار میکنن رشد بکنن، کمک بکنن به رشد کسب و کار. و اصلا شاخص های مدیر و یه رهبر خوب چیه. من خودم ذهنیتم اینه که ما فرصت ها رو در سازمان ها خیلی از دست میدیم. یعنی آدم ها میان کنارمون، کمک میکنن، مسیر رشد رو فراهم میکنن، خودمون تأثیر گذاریم تو این مسیر، ولی نمیتونیم حفظشون بکنیم. این رابطه انگار یه جایی دارای مناقشات مختلفی میشه و من فکر میکنم که از ضعف اون کسایی که دارن مدیریت میکنن و راهبری.
بله میفهمم. خب سوال چند وجهی پرسیدی و به عنوان شاید آخرین چیزی که در این گفتگو گفته بشه سوال مناسبی باشه به این جهت که آدم میتونه قدم بزنه در این فضا با هم دیگه. از نقش رهبر نام بردی و مدیر. اینا 2 نقش مختلفه که میتونه در یه آدم جمع بشه یا میتونه به 2 آدم مختلف واگذار بشه. مدیر یه سازمان، ما وقتی از مدیریت صحبت میکنیم کارش این هستش که یک سری شاخص‌های رو تشخیص بده و پایداری ایجاد بکنه، ثبات ایجاد بکنه، از منظم بودن در امور، از فرایند حمایت بکنه، اون شاخص‌ها رو افزایش بده، کاهش بده برای بیشینه شدن حقوق سهام حالا صاحبان سهام یا ارزش دارایی که داره مدیریت میکنه. خب این میشه مدیر. وقتی از نقش رهبری در این جا صحبت میکنیم احتمالاً بحث آینده پیش میاد. بحث این که ما نگاهمون به آینده چیه، به کدوم آینده میخوایم بریم، به کدوم، یعنی انگار که جهت و حرکت داریم، جهت رو رهبر تعیین میکنه و حرکت رو مدیر انجام میده. یعنی ما این جهت و همیشه دعوا سر جهت ها و حرکت هاست. همیشه دعوا این هست که شما راهبرد توی صفحه شطرنج چیه، میخوای چیکار بکنی، حالا با کدوم مهرهات چه حرکت هایی رو انجام میدی. جفت اینها باید درست باشه. در روزگاری که رابطه انسان ها با واقعیت مخدوش میشه، با آینده مخدوش میشه، شما این 2 نقش رو به هم نزدیکتر میبینی. برات مثال میزنم. افق دید تکست بوک های مدیریتی مثلا ما کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. بله. یعنی این تعریف شده است. مثلا میگن در کوتاه مدت این کارا رو بکنیم، میان مدت اینا، بلند مدت. این بلند مدت در جوامع اقتصادی مختلف اندازه های مختلفی داره. استاندارد تکست بوک مثلا 7 تا 10 سال وقتی میگه بلند مدت، اما در ایران صحبت 2 ساله. شما وقتی این اندازه کمپرس شده، اینجوری اومده کوچیک شده، میان مدتت مثلا میشه 7 ماه 8 ماه، کوتاه مدتت میشه تا آخر ماه. درسته؟ اینجا رهبر یه ذره نقش مدیرم میپذیره، چون رهبر رابطش با آینده است. وقتی آینده کوتاه میشه انگار این 2 دایره مدیریت و رهبری در هم فرو میرن و به هم نزدیکتر میشن. این 2 نقش در هم میرن. این باعث میشه که مدیران ما نقش رهبری خودشون رو تا حدود زیادی فراموش کنن. از اینجا میشه نتیجه گرفت که خودشون رهبرهای خوبی برای گروه‌های از آدم‌ها که مدیریتشون میکنن نباشه. یعنی بشه دغدغه‌شون دغدغه چونه زدن، این بخواد بکنه حقوق، اون بخواد نده، این بخواد فلان کنه، این بخواد کار نکنه، اون بخواد این کار بکنه، این بخواد اینجوری بکنه، اینا این تضادها میزنه بیرون. خب موضوع اینه که زمان فشرده شده و رهبر و مدیر خودشو گم کرده، اینا به هم فرو رفته این حوزه ها. خب در یه همچین شرایطی، یعنی وقتی مکانیزم رهبری در سازمان مخدوش میشه، هزینه نوآوری بالا میره. یعنی یه انسان وقتی میخواد نوآوری کنه، مثلا میخواد رو صندلی کاریش 4 زانو بشینه به جای 2 زانو، این براش احتمالا خیلی هزینه داره، توبیخ میشه، گرفتار میشه، باید این ماشین کار کنه. وارد فضای انقلاب صنعتی میشیم که دیگه الان اون راهکارا اون زمان کار میکرده، الان کار نمیکنه، 200 سال پیش بوده، کار نمیکنه. اونم با اقتصاد امروز ایران این شکلیه دیگه. یعنی خیلی از جوونا رو من میبینم، مثلا من صحبت میکنم با صاحبان کسب و کار، میگم شما چرا این محیطای اینقدر زیبا فراهم میکنید؟ خیلی هاشون محیطای کاری عالی فراهم میکنن، چرا این کارو میکنی؟ میگه برای اینکه من هر چی حقوق بدم که حالا 10 تومن بالا 10 تومن پایین، باز برای این نمیصرفه بیاد سر کار. یه پولی اسنپش هر روز به اینجا، پول نهاری که میخوره این میشه خودش مثلا 25 میلیون تومان در ماه. بله. پس من مجبورم با یه عوامل دیگه ایشون رو تشویق بکنم. باند عاطفی باید ایجاد بکنم. ببین چی میگم؟ محیط کار جذاب باید ایجاد بکنم. اینا دیگه این اقتصاد داره اینا رو به ما دیکته میکنه. هزینه نوآوری
در سازمان هایی که رهبری مخدوشه بسیار میره بالا، سازمان به مرور بابت این هزینه بالا ضرر میده. درست. چطور میشه درستش کرد؟ توجه مهم به نقش رهبر در سازمان در کنار مدیر. من یک ساعاتی، یک روزهایی، یک زمانهایی با یک مسئله مواجه میشم، با دو زاویه دید باید اینو ببینم به عنوان صاحب بنگاه کسب و کار یا مدیر یه بنگاه کسب و کاری. یکی با زاویه مدیر، یعنی من این کارها رو، این حرکتها رو میکنم، یکی با زاویه رهبر که این من دارم به کدوم جهت میرم. یه ذره بیام از لانگ شات ببینم، از زاویه دید بالا ببینم. بله. و این دو تا نقش رو من توأماً باید در زندگیم داشته باشم. هزینه نوآوری رو برای بچه سازمانم بیارم پایین، بتونم اون احساس واقعی وفاداری رو ایرانی تقریبا با ایجاد بکنم، چون باز دوباره این جنگ 12 روزه به ما نشون داد. بله. میگم همه چی واقعی شد، در جهت واقعیت یه مقداری قطب نما رو چرخوند و این شد که شما الان در این جنگ نه قرارداد کار میکرد، نه توافقنامه کار میکرد، نه حتی منافع مادی و مالی کار میکرد، فقط رفاقت کار میکرد. این رفاقت رو هر کسی داشت، از این جنگ جان سالم به در برد و کمتر هزینه داد. هر کس رفاقت رو نداشت، فقط قرارداد داشت، قراردادش در بایگانیش خاک خورد تا جنگ تموم شه، دوباره ایشون برگرده سراغ اون قراردادش. بنابراین در شرایط بحرانی شما احتیاج به باندای عاطفی جدی داری که الحمدلله به خوبی فرهنگ بسیار غنی ما ایرانی‌ها اینا همیشه اصل به اون پیمانه. یعنی شما مثلا حالا بحثمون ادبی و فرهنگی نمیخوام بشه که اگرم بشه من خیلی دوست دارم تو اون فضا قدم بزنیم، ولی جاش شاید اینجا نباشه. کل شاهنامه که شالوده فرهنگ ایرانه با پیمان شروع میشه. دو تا اسطوره با هم دست دادن و زمان شروع شد. پس باید پیمان شروع میشه. ما امروز پیمانمون رو فراموش کردیم، میریم سراغ بند فورس ماژور که چی نوشته، میریم سراغ این و این ما رو گرفتار خواهد کرد، چون نه بلوغ اونو داریم نه مرام اینو داریم. درست. این چیزاییه که من توصیه میکنم که واقعا مدیران بتونن این 2 تا 3 تا نقش رو در کنار هم داشته باشن. خیلی ممنون. چیزی که واقعیتش من خودم دغدغه‌م همیشه به عنوان کسی که یه تیمی رو هدایت بکنه یا یه کسی که میخواد یه مجموعه رو مدیریت بکنه، همونطور که تو صحبت شما بود، موضوع حمایت و تشکر و مراقبت از افرادی که توی سازمان دارن کار میکنن، اجازه نوآوری و خلاقیت که شما گفتید و فراهم کردن فضایی که آدمه خودش رو زینف بدونه در اون سازمان و وابستگی و چسبندگیش افزایش پیدا بکنه خیلی مهمه و واقعا فکر میکنم سازمان هایی که این اتفاق توشون کم رنگه خیلی ضربه بزرگی میخورن. یعنی ممکنه که حواسشون نباشه که از کجا ضربه خوردن، ولی این ضربه پررنگ. مرسی رضا جان. خدمت شما عرض کنم که ما از اکوسیستم استارتاپی شروع کردیم راجع به عملگرایی و واقعیت در بازار ایران و به قول مصطلح‌تر بخوام بگم کف بازار ایران و کف بازار تهران صحبت کردیم. اینکه سازمان‌ها چه نگاهی باید داشته باشن توی برنامه‌ریزی‌هایی که تدوین میکنن و روش صحبت میکنن، اینکه چرا باید در ایران بمانیم یا مهاجرت بکنیم و علاقمندی شخصی شما رو راجع بهش صحبت کردیم. راجع به رهبری و مدیریت و تفاوت‌هاشون کمی گپ و گفت زدیم و دوست دارم برای جمع‌بندی اگر چیزی که خودتون علاقه‌مندید راجع بهش صحبت بکنید و در این پادکست دوست داشتید مخاطبین ما بشنون رو از شما داشته باشم. خواهش میکنم. والا فکر میکنم مخاطبای برنامه شما حتی یه ویژگی مشترک با هم دارن و اونم اینه که آدمای فعال، اثرگذار و تا حدودی دغدغه‌مند نسبت به مسائلی هستن که دارن توش کار میکنن. میخوام بهشون بگم که تا وقتی همدیگر رو دارید امید هست، باید کار کرد. شاید ما از امید انقدر استفاده های بدی کردیم که ترویج کنندگان امید
این روزا محکوم میشن به تبلیغ برای چیزی که توهمه. اما حقیقت اینه که بعضی روزا ما حتی آدم امیدوارم نمیخوایم، آدم شجاع میخوایم، آدمایی که شجاعت اینو داشته باشن که در فضای مه‌آلود قدم بردارن و لااقل با صدای هم، با گرفتن دست همدیگه خودشون از همدیگه حمایت بکنن. برگشتن به این اهلیت، برگشتن به این اصالت که ما باید خوب دستمون رو در دست همدیگه چفت کنیم، به هم کمک کنیم، به خصوص به عنوان فعالای بخش خصوصی، به خصوص به عنوان آدمایی که دغدغه اجتماعی اقتصادی داریم، همه چیزه. پس بنابراین سرمایه گذاری بکنیم به جد رو سرمایه اجتماعیمون، نتورکینگ بکنیم ولی نه به معنای غربیش، رفاقت کنیم به معنای شرقیش و این رو ببریم تو خونمون که ما هیچ چیزی نیستیم مگر اینکه همه با هم باشه. بسیار عالی. مرسی از شما. میدونم شما فکر میکنم که به سنتور علاقه‌مندید و کار سنتور. بله، من از 5 سالگی سنتور میزنم، بیشتر از علاقه است. یعنی 18 سالگی که شد میتونستم نوازنده حرفه‌ای بشم یا وارد فضای که دیگه بعد تصمیم گرفتم نوازندگی رو برای دل خودم نگه دارم. خب خیلی عالی. و تفریحاتتون چیه؟ تا دلت بخواد این روزا که با 2 تا پسرام خلاصه تو سر و کله هم زدن، تفریح همه، این که با اینا کشتی بگیرم و ببرمشون بیرون و حال کنیم و اینا تفریح همه. گیمرم، خب PS5 خوبی دارم، گیمای خوبی هم میزنم و بعضی آره برای خودم گیمای خوبی بازی میکنم. اهل فیلمم، سریالم، موسیقی بی نهایت دوست دارم. چت جی پی تی رو ترین کردم، شده مربی کتابخونیم با موفقیت. از اول سال تا الان بالغ بر 2000 صفحه کتاب با مربی هوش مصنوعی خودم خوندم. علاقه‌مندیمه. من کلا هر کاری میکنم علاقه‌مه، یعنی مشاوره دادنم علاقه‌م. خیلی عالی. و اگه بخواین یکی دو تا از رموز موفقیتشون رو تو 2 تا کلمه بگید. این که هیچ وقت فکر نمی‌کنم موفقم به عنوان قاعده اول و فکر میکنم که در جریان موفقیت خودم رو قرار میدم اما ابداً احساس نمیکنم موفقم یا به خودم اینو گوشزد نمیکنم. 2 اینکه عملگرام، تلاش میکنم عملگرایی رو ترویج بدم، تلاش میکنم که اون اپتیمیزم، امیدواری مسئولانه، خوشبینی مسئولانه، امیدواری، اینها رو ترویج بدم، بهش برسم. و اینکه تلاش میکنم ایرانی برای خودم دست و پا کنم با گروهی از آدمایی که به نظرم میرسه حرف هم دیگر میفهمیم، حول انگیزهای مختلف، حول تد دور هم جمع میشیم، حرف همو میفهمیم، حول کارآفرینی حرف همو میفهمیم، حول موسیقی، فرهنگ، اینا حرف هم دیگر میفهمیم، اقتصاد سالم حرف هم دیگر میفهمیم. ایران خودمو اینجوری بسازم و در این ایران خودم زندگی. خیلی ممنون. ما خیلی نکات بازی داریم که صحبت نتونستیم بکنیم راجبش. فکر میکنم که شاید بشه یه اپیزود دیگه با هم کنار هم باشیم و صحبت بکنیم. راجب تد صحبت نکردیم، البته هست نکاتی که شما راجبش داستاناتون رو گفتید و خیلی موارد دیگه که دوست داشتم باهاتون صحبت بکنم. حوزه مشاوره رو کم دوست داشتیم باز بکنیم ولی فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه. ما میزبان رضا غیابی عزیز بودیم. خیلی افتخاره که این اتفاق افتاد. راستش بخواید ما موقعی که تلفنی هم صحبت کردم بهتون گفتم یکی از افرادی که دوست داشتیم توی 10-15 تا اپیزود اول کنار ما باشه شما بودین و حالا افتخار داشتیم که اپیزود 18 هم میزبانتون باشیم. فکر میکنم گفتگوی جذاب و خوبی شد و من نکته‌ای ندارم اگر که شما. مرسی، خیلی ممنون. خیلی هم من خوشحال شدم. اپیزود 18 هم معمولا نمره من تو مدرسه هم همین این حدود اندازه اپتیمومه، هیچ وقت 20 نیست، هیچ وقت مثلا 10 نیست. خیلی ممنون ازتون. از مخاطبای برنامه
تشکر میکنم برای اینکه توجه کردن به عرض من و مرسی از تو و تیم خوبت که من دعوت کردین و این امکان رو برای هممون فراهم. مرسی از شما. مرسی دوستان که به ما گوش دادید و دیدید. با